خب برادر دیگر پرسید السلام علیکم داملای محترم، در نماز تهجد اذان و قامت گفته می شود؟ نه برادر عزیز، اذان و قامت فقط و فقط برای نمازهای فرض و نماز جمعه هست. نماز 5 وقته چی وقتی باشه چی قضایی باشه اذان و قامت براش سنت است. اما بغیر نمازهای فرض، نماز تهجد میخوانی، نماز ویتر واجب میخوانی اگر علاهیده بخوانی، یا اینکه نماز شکر وضو میخوانی، تحیه مسجد میخوانی، نماز ضحی اشراق، هر نماز نافله که بخوانی برای اینها اذان و قامت نیست. اذان و قامت فقط برای نمازهای فرض است و برای نماز جمعه، چی در وقتی بخوانی چی قضایی بخوانی شد. خب داملای محترم، نماز تهجد را چند رکعتی و چند رکعت خوانیم؟ نماز تهجد نماز شب است، چند رکعتی خواندن شد. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازهای شب گفتن که صلات اللیل مثنا مثنا، تا نماز شب بهترش 2 رکعت خواندن است. چند رکعتی که میخوانی. اما ای برادر پرسیده است که نماز تهجد چند خوانیم؟ اکثر روایت ها ده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم 8 رکعت میخواندن، یعنی 2 رکعتی نیت میکردن 4 بار 8 رکعت میخواندن. هستن روایت هایی که جناب پیغمبر تا 12 رکعت هم خواندن. اصل نماز شب کمی در کمش، یعنی کمترینش 2 رکعت است، زیادترینش او همت هر انسان خودش است. چند زیاد خواندی یعنی از 8 رکعت زیاد خواندی دیگرهاش قیام لیل گفتن نیت میکنی، یعنی نماز شب گفتن نیت میکنی. این نماز از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم ثابت. چند یعنی همت داری، چند غیرت داری، البته را ذخیره و فایده قیامت میشه معنی نیست. چند رکعت زیاد خونی ان شاء الله که فایده خود است. و وقتی نماز تهجد بهترش همین است که انسان 3 آخری شب خونه، یعنی پیش از صبح خیزه. فرض کنیم اگر ساعتی یعنی 7 گذشته که این روزها صبح میدمه، ساعتی 6 خیزه تا ساعتی 7 این لحظه ها، یعنی الحمدلله ببینید چقدر شبها هم طولانی، یعنی انسان سیرخواب میکنه. این لحظه میتونه که نماز تهجد شب بخونه. اما شخصیت اگر باوری نداشته باشه با بیدار خوابش میتونه که از ابتدا از سر شب هم ساعت ها یعنی 12 ساعت ها یک در ابتدای شب هم نماز شب خانه و خواب روه براش درست است.